من عربوف شمس‌الدین مشاور شعبه معارف ناحیه واسه هستم. باید بگویم که در عرفه 35 سالگی استقلالیت معارفچیان ناحیه واسه سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم میلاد را همه‌جانبه دستگیری نموده بهر باز هم بالا بردن سطح و صفت درس‌ها کوشش به خرج داده ایستاده‌اند. باید به اطلاع شما برسانم که در ناحیه واسه امروزها 3338 نفر آموزگاران و تعلیم و تربیه نسل نورس مشغولند و شماره مکتب‌های ما امروز به 73 عدد می‌رسد که نارسایی کادرها در ما مشاهده کرده نمی‌شود و در معارف ناحیه واسع برای بلند بردن سطح و صفت تحصیلات برای جلب خوانندگان به کتاب و کتابخوانی چاره‌های مشخص اندیشیده می‌شود و باید بگویم که نتیجه همین تلاش‌های پیگیرانه آموزگاران ما و مسئولان شعبه معارف هستند که مرحله به مرحله شماره داوطلبان ما اشتراکچیان ما در آزمون‌ها و مراتب می‌افزاید. اگر در سال خانش 2023-24 خوانندگان ما در آزمون‌های جمهوریوی همگی به 38 جا صاحب باشند، پس از یک سال یعنی در سال خانش 2024 و 25 علاقه خوانندگان ما با 27 جای افتخاری از آن جمله 2 جای یکم نایب شدند که نسبت به سال گذشته 7 جای زیاد است. از همه دستاورد مهمی ما در سال خانش 2023 و 24 این اشتراک خوانندگان ما در آزمون جمهوریوی فروغ حضوری دانایی کتاب است می باشد. باید بگویم که سویه دانش بلند خوانندگان ما امکان داد که از 9 نفر فرستادگان ما در این آزمون 7 نفری آنها صاحب مکافات های این آزمون با نفوذ جمهوریوی گردند. از آن جمله 1 نفر با گرفتن شاه جایزه نایل گردید. همه این دستاوردها ما معارفچیان ناحیه واسع را خاطر جمع نمی‌کند، بلکه در نزد ما وظیفه های بس و مسئولیت‌ناک را می‌گذارد که ما باید از این هم باز به دستاوردهای زیادتر نائل شویم. از این جمله حالا در شعبه معارف با تشبث و دستگیری به واسطه اجرا کننده وظیفه شعبه معارف پیرزاده رستم علاقه روی خط خوانندگان فعال اشتراکچیان آزمون هر یک مکتب را ما دسترس کرده جدول‌های علاوگی برآورده که در دوام 3 ماه تعطیل آموزگاران علاهیده با خوانندگان فعالی که در آزمون‌ها اشتراک کرده بودند در المپیاد اشتراک کرده بودند با آنها درس‌های علاوگی می‌دهند. این طرز کار به ما امکان می‌دهد که باز در سال خانش 2024-25-26 از این کامیابی‌های نظررس و نائل گردیم. حاضر که معلوم است که کودکان ما به تعطیل تابستانه می‌برایند و ما از ابتدا از ماه‌های اپریل ماه سر کرده در این مسئله چورانداشی نموده بودیم. در نزد هر یک مکتب لاگرهای استراحتی تشکیل کرده شده است که خوانندگان صنف‌های ابتدایی بیشتر با آن فرا گرفته می‌شوند. اینچنین با دستگیری کمیته اتفاق کسبه شعبه معارف خوانندگان علاهیده و لاگرهای علاهیده جمهوری فرستاده می‌شوند که علاوه این همش نقشه‌بندی کرده شده است. باید بگویم که در ناحیه واسع که رئیس یا رئیس معارف پرور میگویند همه پهلوها برای پیشبرد کار تعلیم و تربیت مهیا می باشد. علاقه امروزها در نزد بناهای مکتب رقم 34 13 11 و دیگر مؤسسات ساختمان بناهای علاوگی و در نزد زیاده از 15-16 مؤسسه تعلیمی دیگر خواندن ساختمان بناهای سیمفونی‌های علاهیده ادامه دارد که در سپتامبر همه اینها با استفاده داده می شود. یک چیز دیگر را من همچون کارمند ساحه معارف مشاهده کردم که سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم میلاد را تمام قشر جامعه ناحیه واسع دستگیری میکرد. علاقه خود محل‌ها کارگران و دیگر طبقه‌های جمعیتی یکجا شده در دهه‌های خود در نزد مؤسسه‌های تعلیمی دهه‌های خود با ساختمان بناهای علاوگی مشغولند، با ساختمان
سیمخانه‌های اله‌وگی مشغولند که همه این نشان این است که خلق ما، مردم ما سیاست معرفی فرانه پیشوای معظم ملت رو همه جانبه دستگیری کرده ایستاده است.